سال جدید یعنی کتاب جدید زندگی. دوستان گرامی، بیاین که در این کتاب چیزهای خیلی زیباتر و متفاوتتر از سالهای گذشته بنویسیم. در این کتاب مهربانی و بخشش را بیشتر بنویسیم، لبخند و شادی و محبت را بیشتر بنویسیم، اخلاق را جزئی از اولویت‌های اساسی زندگی خود بنویسیم. تلاش بکنیم که در این کتاب دانش و مهارت جزئی از اهداف اساسی زندگی ما باشد و مطالعه را در نیازهای اساسی زندگی خود بنویسیم. تلاش بکنیم که نظم و دیسیپلین در زندگی ما بیشتر شود، هدفهای بزرگ تعیین بکنیم، دیگه بگذاریم از اهدافهای خیلی کوچک، چرا که به درد نمیخوره. 1 سال عمر قیمتی خود را به هدفهای خیلی کوچک هدر ندیم، بلکه هدفهای بزرگ داشته باشیم تا دستاوردهای زیاد داشته باشیم. تلاش کنیم که در سال جدید به کسی آزار نرسانیم، غیبت، تهمت، توهین و تحقیر و دروغگویی و زخم زبان را کمتر بکنیم. تلاش بکنیم که سال جدید ما، سال 1404 ما، سال مهربانی و سال پیشرفت و ترقی من و شما باشد، با امیدی که بهترین سال زندگیتان سال 1404 باشد.